Wonderful. Your name is, what was your name? My name is Muhammad Idris. Idris. Idris John, what do you want to become in the future? Now I didn't decision that, but I want, in my opinion, I want to be a doctor. های عزیز یوتیوب کانال لاروین مایک، سلام وقت بخیر، خوش آمدید. اسحاق زاید در خدمت شماست. امروز 13 اگست 22 اسد 1405 هجری شمسی یا 2026 میلادی در جوی هاجر هستیم، جایی که نامخدا نسبت به هر سال بیروبار خیلی زیاد میشه و یک بار ببینید یک کلان منطقه اینجا یک شهر جور میشه بخیر، به خاطر که نفوس روز در روز در حال زیاد شدن است. نامخدا دو روز مانده به 24 اسد، از این خاطر در معمولا چند دقیقه که ما اینجا شیشتیم سر هر کراچی یک بیرق است، دو بیرق است البته، یکی از حکومت فعلی امارات اسلامی افغانستان است و یکی از فلسطین است، به خاطر نشان دادن همون حس دینی به مردم داخلی فلسطین. اینجا پیش خلیفه جاوید میم، سال یک بار ما حتما پیش خلیفه جاوید میم و امرشان صحبت میکنیم، از شریخش گزارش میگیریم. ولی برادر امام نامخدا بود خب نان چینده که هر وقت ما اینجا میایم حتما ما گزارش از زیر میگیریم. شما یک ذره پایین خیبه اینجا امروز صحبت بکنیم. این تگ نامخدا نانای مقبول میشه نه و خوب است منطقه را به خاطر ما آبپاشی کرده. خانه شان آباد. سلام علیکم، شما خوب هستین؟ بخیر؟ صحتمند؟ خیراتی است؟ شب روز بخیر میگذره؟ گرمی تندور شما یک طرف، گرمی مزار هم دیگه طرف، بردوش یک جای شما باز بیخی گرم میشه. نام شما؟ حکمت الله جان. حکمت الله جان. بله. پارسال آمده بود شما اینجا بدونی بیادرایتان؟ ما هستیم در اینجا بودیم، شما آمده بودید. یادتان است؟ بله یادم هست. ما رو شناختین؟ بله شناختم. چند نوع نان نامخدا شما پخته میکنین ماشاءالله؟ ما 4-5 رقم نان هست اینجا. 4-5 رقم؟ بله، 10 روگی، 20 روگی، 30 روگی، 15 روگی. نانی و خاصه هم دارین؟ خاصه و گرده و دیگه هر رقم نان هست دیگه. از طرف سوپ باز نان چی پتیر هم دارین؟ روغنی، سوبکی روغنی هم میشه، باز نان ساده هم هست، هر رقم نان هست دیگه. شما تنها میفروشین یا اونجا کمک میکنین داخل؟ نه، در اینجا ما صرف میفروشیم، داخل خودش کارگر هست، 7 نان کارگر کار میکنه در اینجا. 7 نان کارگر. او چی کردن شما یاد داری؟ زواله کردن میگه چی میگه؟ زواله کردن هم یاد دارم، در اینجا زواله نکردم، پاکستان بودم، ما در پاکستان یاد داشتم. اونجا یاد داشتم. چند سال پاکستان بودین؟ ما در اونجا 6 سال در پاکستان بودیم. 6 سال. بله. چه وقت میشه اینجا اومدی؟ در اینجا 3 سال میشه اومدگی. 3 سال میشه. بله، در شهر مزار 3 سال میشه. 3 سال. 7 نفر جمله کار میکنن. در اینجا 7 نفر کار میکنن. چند صبح شروع میکنین کارا؟ صبح اینم 4 بجه شروع است. 4 بجه صبح تا ساعت 10 بجه شب. 10 بجه شب. بله. نسبت به صبح شاید شام میگذره بیروبار خوبتر باشه. شام خوب است، شام خوب است. مردم نان میبره، در کار میاد، نان میبره باز. اینجا باز نامخدا بیروبار هم زیاد شده. نام خود زیاد از بیروبار. باز پسان بسیار بیروبار میشه. بیروبار میشه. بله. روزانه چند صد نان پخته میکنین؟ میشه ان شاء الله نام خود یعنی 2000 نان میشه دیگه. 2000 نان. بله. برای رستوران ها میتونی یا تنها رستوران برای ظرافت میتونم. ظرافت؟ بله. ظرافت. بازی نانا قیمتشان مثلا همین نرخی که برای شما شارولی دادنه نرخنامه بله. پشتان است مطمئن هستم. موجود است. بله. اینا 20 پس 15 روپیه از 3 تاش 50. اینا 3 دانش 50 روپیه، اونا 2 تاش 50 روپیه، اونا خاصه هم 3 تاش 50 روپیه. خب در وگی از باش هم تو شما گلگولا کس اونا ما 2 تاش 50 3 تاش 50 افغانی است. بله 50 افغانی است. نان سبوسی هم داره؟ نان سبوسی گرد از مقصد خالص نیست. بله. یگان تا مثلا این نان خوردن نمیتونه نان سبوسی رو میگه. نان سبوسی هم واسه مردم گفته میگره دیگه نان بایا. واقعا از گرد میگن باز او پاتری که صبح صبح 20 افغانی است. 20 افغانی است. بله 3 تاش 50 20 روپیه میره باز. پورا صبح که 200 تا پخته میکنی؟ میشه 200 دانه 100 دانه میشه. اما خمیشه. بله. ولی قد شریخ نان گرم خوردن نمیشه، اگر یک نان از پیشتان میگیریم. ان شاء الله در زنده باشید. موفق باشید دیگه. نامخدا بسیار خوب در کارتان موفق هستین. خوب چیندین که کسی که نان بخره از همه دور دیزاین شما رو ببینم دلش کش میکنه طرف نان شما. بخیر باشه. ما پیش خلیفه جاوید میریم یک چند لحظه هم رازونو صحبت میکنیم. موفق باشید. میریم پیش خلیفه جاوید و همراه خلیفه جاوید چند لحظه صحبت میکنیم. رفتیم.
دوستان عزیز پیش خلیفه جاوید گامیل حاضر هستیم. خلیفه جاوید سلام علیکم. سلام علیکم. چلا خوب هستین؟ خیرتی است؟ بخیر هستین؟ چل چاوال شب روز بخیر میگذره؟ بخیر باشید. باز نگو که اول ما رو مقصد نمیگیره. سال یک بار پیش می مقصد. بله. خیرتی است؟ شکر. چطور است کارباره؟ خدا را شکر. داو گرمی نامده ما که مزاحمت نکنم بیری بارت زیاد است. با خاطر که گرمی مزار دیگه هموطنان است با میخوردن شریعت اگذره دفع میکند. خب چطور است کاربار؟ خدا را شکر. خوب است ایال جان. ما در پشتو یک مطلب دارم میزما واره دقیقه پلار رقم میگه وقتی که نوبت ما آمد پدرش آمد وقتی نوبت ما آمد چی تو خالی شد. نه 2 ساله بس دارم. سه نفر هستین؟ بله 3 نفر. خب اینا چند سال میشه برایتان است؟ ایش 8 سال میشه پیش ما هیچ بیادرم است دیگه. بیادر کسبی هست. پدر کسبی هم بودیم؟ نه پدر کسبی نبود. بیادر کسبی بودیم. بیادر کسبی. چند سال شد این ولی از خودت یعنی یک سال دیگه هم گذشت. شاید 30 سال شده بود. 30 سال شده. آه وقت هم 28 فکر میکنم ما شما گفتم بودی 2 سال پیش 28 بود 29 بود حال دیگه 30 سال شد. از کجا شروع کردی؟ یادم نماده ببخشید. از دکان حاجی نظیر در زمان دوره پیش طالبان. از اون شروع از این شروع کردیم. 8 سال است یا ما 43 سال است ما. 43 بله هیچ باور نمیکنم 43 باشه من شاید 38 35 36 باشه. 43 سال است. از اون دوران آغاز کرد. چند سال شاگرد بودی؟ ما 4 سال شاگرد بودم. شاگرد هم خلیفه نظیر بودی؟ پیش حاجی نظیر تا اونجا بودین؟ بله. دعا گرفتی یا تو گرفتی؟ والا دعا خود نگرفته. واقعا ما که خلیفه شدم داماد دعا نگرفت. بچه تو هنوزم خلیفه نشدی. 4 سال شاگردی داره. و کسبای سابقه بسیار احترام دارم. حالی که میبینیم دیگه کسب اشغال شده. واقعا چه پذیر اشغال شده. یعنی یک کس نمود شکل اصلیش آماده کردن نمیتونه منظورتان؟ والا هر کسی که میگه من یک قفل شف شریعت پرست من قفل پیش کی بودی؟ رو بود از کجا شروع کردی؟ پیش کی بود؟ در مزار چند تا شریعت پرست بود؟ اما سر کنش بیادر 30 تا شریعت پرستی نبود. راست میگن. دیره ما تایید میکنم. ما به خاطر این موضوعی که شما اشاره کردید چند روز پیش یک جای شیریه خوردم نامش نمیگیرم. شیریه که رقم اگر شیریه باید شیرین باشه. این رقم ترش بود. ماشین آب زیرش رفته بود. کدام کار است پیشش خراب شده بود دیگه نمیفهمم اصلا. آیا جان اصلی کار کی میکنه شرکی که قیام میکنه. شرک در قیام برسه شریعتش صحیح میشه. اگر نیست کش میخوره. دو کسبیایی که کسبی از چند نفر از نامش نمیگیرم بسیار احترام قائل هستم. دو کسبیایی میگم ما شریعت میکشم هر کس در سیستم شریعت کشید ما 20,000 جایزه میتونم برش. در گشت میدان. و هدف جاوید جان این نیست که خدا نخواسته گفته مردم گفته وطن که خدا یولا بکنه. هدف چیه است که با مو کسب ارزش قائل شود. یک چیز پخته بکنین که نام دیگران پات نشه. شاید ابو تو منظورتون باشه. ما شریعت میکشم میگم فقط کتی قاشق میکشم. هر کس کشید 20,000 افغانی امازار تو پر شریعت کمربند با بیابدار بیاد. این حالی برای ما چی آماده میکنید؟ برای شما 3 نوع شریعت آماده. چی است؟ همین تازه است که بسیار با مشکل هم خوش پیدا نمیشه بیاد. بسیار با مشکل پیدا کردم آیا این از این فهمیده بشه که خلیفه است نه خدا. زمینی است و کیله است. کیله است. کارمغز پسته و بادام چنان امراش میکسیم. ما که مثال دیگه یک بار دیگه میشوره خودت اگر نوشیجان نکنیمش ما را نمیگیرن. و گفته خود جاوید جان ما اصلا چاش میخواستم برای از اونا خبرتون که نه وقت آمادگیشون نمیگیرن. در واتساپ یگان چیز یگان بخوای هیچ پیدا نمیشه. یگان وقت که باز نخوای بشورید ملاق میزنه. مثلا در خانه ریموت کار است هر چی میکنه ریموت پیدا نمیشه. وقتی که باز ضرورت نداره در هر جا میبینی ریموت خواست. همین شماره خودت هم امروز نمیره خام شد پیش ما. این در تیک تاک را تو مگه یک چند روز پیش تیک تاک پیام مونده ببینی؟ در اونجا بهش نیافتم ماتم. یا خدا هیچ چیز نمیشه. هیچ چیز خودش. خب بالاخره شما آمادگی 3 نوع یا 3 طعم شیریه بگیرید که باز عوام تاریک میشه باز ما من نمیجا نوشیجان بکنیم. صحیح است؟ ما چند روز با بیادرتانم صحبت بکنم که اینا چطوره. صحیح است؟ صحبت سلام علیکم. سلام. شما خوب هستین؟ خیرتی هستین؟ شما خسته نباشین. شما زیاد کار میکنید. قربانتان. نام خودت؟ حیات الله سعید. این هم نام برآمده خلیفه جاوید؟ بله. این هم نام برآمده. از خاطر نام ما یادت نمیره. خب خود نام خدا ولی دیگه خلیفه شدی یعنی؟ بله. بیادرت از بیادر دعا گرفتی یا برادرم از دعا نگرفتم
این دعای میده انشالله. اگر دعا برش داد خوبه دیگه باز این جای دیگه میره یا اجازه نمیده میشه باشه. والا ما که هستیم هر جان دمی دوکان در راست یک دلار مونس فعلا جای نمیره نمی دوکان است خودشون است نمی آزاد کار میکنن آزاد کل چیز هست خودشون. باز اگه اینا برو همنام ما برو باز سر شما شاید زوری هم بکنه. زوری میکنه هر جان جای خانه خود کس حال خود کوی منطقه اجار خودش یک شهر شده. شهر شده. ما خودم شاگردی مردم کردیم اونجا بسیار زجر داره. این خانه خود دست کنید. خب همنام چند ساعت اینه میره خم تاو میتین؟ مشکل نیست. یک دو ساعت 3 ساعت؟ نه 10 ساعت 24 ساعت. مشکل نیست. کس کم است. شروع میشه تا یک شام ما تاو میتیم مقاله باید. باید لخانه که وقت میرید یک وقت ینگر رو خطا نکنید که دو خو و شیر رقم او رقم تو نه یک شده کنم که ما میریم بار دفته یک دفعه اولادام نمیبینم. والا راست میگه. اینه من خودم اصلا ما به اندازه شما مصروف نیستم ولی من تو گاهی اوقات میشم. ما ایرا میپذیرم خود زندگی از کار است. کارم نکنی نمیشه. اینا عروسی کنن؟ همزاد است. اوزاد است؟ در عروسیش باز ما رو خبر؟ چرا نه؟ یک اتر میکنم به خاطر که همنام خبر کردی؟ تو خبر کردی؟ ما که وقت عروسی کردم ما خود تو باش معرفت نداشتیم. آشنایی نداشتیم ولی اگه حتما خبر میدم. اگه دفعه دوم پلان داشتم خیلی صد خبر است. نه که انگه خبر نشه. نه خبر شما میفهمم مساق میکنم. همنام خیلی خودت تعمیم مسئولیت سینما تماشا کد برو داشتم. آمدم وقتش منتظر هستم. صحیح است؟ با اجزای ما که در جوی آجر زندگی میکنن امروز چند لحظه خوب قصه میکنم. اول امرای میاجسه به بزرگوار یک چند لحظه قصه میکنم باز امرای بچیش است یا نواسیش است حتما صحبت میکنم. اجزای محترم السلام علیکم. شما خوب هستید؟ سلام علیکم. خوب هستید؟ سلام. شما خوب هستید؟ تو ایدر پیش ما پیش باباجی یک چند لحظه بشینم. چه حال دارین اجزای گرامی؟ خیرتی هستید؟ جور با خیر هستید. ترباتون خیرتی. سلامت زنده باشید. نام شما؟ نام ماجد قمرالدین. حاج صاحب قمرالدین. بله. از کجا هستین حاج صاحب؟ ایوی ولایت سرپل ولسوالیستان شایرک. همون برآمدی بیخی. فرشخان؟ قایره فرشخان بله. بچه فرشخان 2 ماه پیش در منطقه ما در سوزمقله خوش. یک تیم فوتسال داشت. بسیار خوب فوتبال میکنن. فرشخان کل جای بلد است. اما هفته پیش ما انگشتشا بودیم. خو انگشتر رفته بودیم بخیر. امسال رفتیم. ما انگشتر خوب چکارو انگشتر زدیم مقصد. امسال رفته بودیم. نه بله خدای استاد رفته بودیم مقصد انگشتر رفته. 20 روز پیش یک ماه پیش رفته بودیم. اگون 15 روز پیش رفته بودیم دیگه جمعه پیش جمعه تیر شده رفته. شما یک جمعه از ما پیش رفتید. بله ما جمعه شما نبودین جمعه رفتین نه. نه ما جمعه گذشته سه ما یک جمعه پیش رفتیم. رای سنچرک هم نگال جور میشه یک ذره خاکباد دیگه بخیر زیاد. یک کم خاکباد است ان شاء الله بخیر اگون ما دوما کمک خدا خوب صحیح جور میشه. به سختی چند روز باید ما شما تحمل کنیم کنیم دیگه باز دیگه ان شاء الله دیگه
اول اگه 10 نفر میرد باشه 20 نفر کنه. نه به زور خدا باید بخیر اول خوبش میشه. یکی از دلیلی که مردم زیاد انگور شام نمیرفت شاید همین موضوع سرک راه باشه. بسیار خراب بود دیگه. چون موترای خورد یک ذره اونجا رفتنش مشکل میشه. خدایش که بسیار راه خراب است. بسیار ما همین دوره که آمدیم همین قدر عذاب شدیم که ما خود ما همین بیخی که موتر ما بخی بند موند. موتر بیخی موتر زمان پدر شده است. چند سال میشه در اینجا جوی اجار زندگی میکنیم؟ ما اینجا ان شاء الله 9 سال میشه. 9 سال. بله. چی کار میکنیم؟ فعلا کو یک دکانک داشتیم. یک سال پیش دکان بود اله کردیم بچه‌ها خست رفتن طرفای خارج. کجا رفتن؟ بچه‌ها فرانسه است. چند بچه فرانسه است؟ بچه‌ها مال خدا 5 تا فرانسه است. 3 تا فرانسه است 2 تاش اتریش است. اتریش است. ما شاید بچه شما را بشناسیم. ان شاء الله. فکر میکنم یک چند سال پیش 1 سال پیش برای ما چند دفعه گفته بود که باید از اینجا گزارش بدید. بله انا بچه ما گفت بله ما بچه شماست؟ بله بچه. هر جایی که هستن برشان سلام تقدیم میکنیم. ما اگرچه جالبش اینجا است او برای ما گفته بود. بله. باز ما امور میخواستم که همین وعده را پورا بکنم. اینا خودش هم از فرانسه آمده بود. فرانسه اومد خیر ببینه نه گرد اومد که یادتان است؟ بله بله. دکان اونجا بود یا اینجا بود؟ اینجا بود. همینجا بود. ولی چه وقت میشه پس رفته؟ 1 سال میشه که بچه ما رفتنش پس یکی که اینجا قدیم دکاندار بود. یا میگن 5 ماه 4 ماه میشه که باز رفتیم ترکیه بعد از ترکیه بعد هم تو رفتم. هر ما قد رفتیم ترکیه. قبولی دارن؟ قبولی سام بله مش قبولی سام. اما همراه شما همکاری میکنه یعنی؟ اگه همکاری همون سوال خود ما اینجا خورده زده شکر زده نه نه باشه چرا میخوریم دیگه. سنچارک باغ دارین؟ بله. انگورا پخته شده؟ انگور پخته شده بله. انگورا سوز مخلا ممتا پخته نشده. انگور سانچارک هم بیتو پخته بگین که مثل کندنی مثلا خوب است که شیرین شده که میده میده خورده میشه. حاصلاتش چطور بود این خوب سال؟ است سال بعد نیست خوب است. خوب است؟ خوب است بله. خوب است. انگور خوب است. خوب است خوب. چون ما شما دیگه یک هم انگور داریم. یک انگور است فعلا دیگه گل سر درخت رو کش خنک زده یک انگور است دیگه. نموده خدا نظام یک چیزی بتایم دیگه خانم زحمتش هم پولش پاد. منم دیگه خونه رو مثلا که اور آبور گفت کشت کارم نیست. یک مقصد یک انگور است. این نواسیتا میشه بچی؟ این نواسم است. پدر زمین است؟ اون دیگه پدرش است ما اینکش که پیشانش مونده است. اینا اونم بچی شماست؟ او دومات میشه. داماد شما میشه. بله اینی بریم میشه. مردم سنجاره ما ما امروز به نواسیت یک دو لحظه صحبت می‌کنم که مکتب میخونه نه صحبت کنیم. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستی؟ بخیر. نام شما؟ بنده محمد ادریس فرزند باز محمد از ولایت سرپل ولسوالی سنچارک قریه فرشقان میانه. ماشاءالله. محمد ادریس. بله. صنف چند مکتب است؟ صنف 9 مکتب. صنف 9 مکتب. بله. مکتبای شخصی یا دولتی؟ فعلا خود دولتی هستیم. دولتی هست. بله. کدام مضامین است یا دوست داری؟ ما انگلیسی را زیاد دوست دارم. انگلیسی را؟ بله. کورس انگلیسی را میخونی یعنی؟ بله ما فارغ التحصیلی تقریبا 3 کورس است. کدام کورس؟ کورس مسلم، کورس وایت هاوس، کورس توحیدی. Wow, wonderful. Your name is what was your name? My name is Muhammad Idris. Idris John. What do you want to become in the future? Now I didn't decision that, but I want, in my opinion, I want to be a doctor. You want to be a doctor? Yeah, to Yeah. help the people. Your family want to be a doctor or you want to be a doctor? My family wants, everyone wants me be a successful man Yes. in the world, and in my opinion, I want to be a doctor. You want to be no a doctor? No one give me idea. Oh, I'm pretty sure you will be a doctor, inshallah. Inshallah. Just focus on your lesson, study more, watch English movies, and it will help you. Thanks a lot. واو ماشاءالله. ایدرسشان میخواد که در آینده دکتر شوه و خدمت مردم خدا بکنه، چه از اینجا چه از مردم سنچارک. و ما از پدرشم باید برشان تاکید بکنم که از بچه‌تان حمایت بکنین، از بچه‌تان حمایت بکنن و استعداد و توانایی داره و به او هدفی که تعیین کرده ما مطمئن هستم که میرسن. برای شما دیگه اشتهای خوب بخوایم با واجی دیگه شریخ شما خوب بخی آب شد دیگه رفت دیگه از پیش ما مت شد دیگه. خیر ما توانش پرداخت میکنیم. قصه گرم آمد با اعضای ما با سنچارکی ما، قصه گرم آمد. شریخ بخی سقوط کرد با واجی بگفتم برو خیمه مصرفش پرداخت میکنه شما رو نوش جان میکنه. یک وقفه کوتاه میکنم دوباره در خدمت شما قرار میگیرم.
بچه مدرسه هستی؟ نه در کدام مدرسه؟ از این منطقه هستی؟ نه از کجاست؟ از دولت آباد از دولت آباد بلخ یا فاریاب؟ از دولت آباد بلخ هستی. چی میخوانی؟ حفظ؟ پاره چندم هستی؟ آره 25 25 ماشاءالله 5 تا دیگه مانده ها؟ 5 سپاره مانده دیگه ها؟ با 30 میشنی؟ 5 سپاره خواندم 5 تا خواندی یا 25 تا خواندی؟ 5 تا خواندم از طرف چپه شروع آه 25 تا مانده با یک سال بخیر خلاص میکنی انشاءالله باز یک سال بخیر بگه حافظ قرآن میشه ای ماشاءالله ماشاءالله میگیرم اما اول عکس بگیرید مشکل است خط نکن اون عکس میگیرم تلفن شوید یک یادگاری بگیرم شد آه خب صحیح است برم میگیرم خیر است خب تلفن شوید چی تماسی؟ هم سایده سیاجان کیله است زمینیست و چارما تا و بادام این زردش دیگه دردش هم از زمینی زیر کیله است ماشاءالله خیلی زیاد زحمت کشیدید و امیدوارم کسایی که دفعه وقتی را تلفن شوید گفتن جدی مد نظر بگیرن دور از دلتان میگم نام خدا ما 2 نفر هستیم خیلی زیاد بود مثلا 7 نفر که جا کار میکنه مجبور پولشون بیان که ما اینی تو زمینی است خب در منطقه چند سال شد؟ در این منطقه تقریبا 10 سال بیشتر شده است 10 سال دوستای عزیز ما یک چند عکس خط خلف جاوید میگیریم دیگه در همینجا با شما باز خداحافظی میکنیم چون هوا هنوزم گرم از گرمی مزار هنوزم است باز پسانی او میشه او کشید دیگه باز مزه نمیده بسیار زیاد تشکر جاوید جان خوش آمدید خدا در کارتان برکت بندازم من خودت خیلی دوست دارم من دوست دارم باور بین همیشه واسه پیشماز در دو ماه می تیک تاک های ببینم یک پیام میکنم برای و ما هم جواب میتونم تمرین ها دوست داریم از خود جواب میتونم دیگه فقط همی هرچی که دوستای ما را کارش بیشتر شما ما او خوش میشه زنده باشید امی خداوند میگه مشتری تا دچند بسازه خداوند اجر بده آمین آمین تا برنامه بعدی که ساخته در خدمت شما قرار میگیرم همه شما رو به خداوند یکتا و بی همتا میسپاریم خداوند حافظتان